5000 میپاتون دادو مننده هم 5000 من دکتر راستیگم 1.5 سوم راکیرون بود خیلی برای بیزنس نیجال که سال 2020 بهاد مشکل بود از پشت کسلی‌ها از پشت پاندمی و بسیاری آدم زیق بودن استرس انده بودن دیپرس انده بودن و ما خواستیم کمتر باشد آدمای از زیقی دور کنیم و کمتر باشد تابشون رو بریده کنیم بیشتر حرکت میکنیم که موضوعهای حیاتی اون چیزهایی که از حیات خود ما گرفته شدگی همون چیز رو به تماشاچیان پیشنهاد کنیم خیلی که میدونیم اگر که تماشاچی خودش در ویدیو شناسه دیگه البته ریاکشنش دیگه خیلی میشه همون ویدیو دیگر خیلی قبول میکنن Die Bozeeflösche, da, Rose. میگه ساسته یعنی خونتون نرمال نیده یک سیده بیتونه در آینده نقشه هستند که بغیر از اینستاگرام باز در یوتیوب کانال کشاییم و در تیک تاک هم اکانتی نو شده چون این کانتنت ها رو زیادتر کنیم ولی اون چیزی که ما در یوتیوب و در تیک تاک میسازیم اول کل کلا از کانتنتی که در اینستاگرام داریم فرق میکنه